خدا رو شکر که بالاخره به سلامت به شهر خودم برگشتم. حالا بهتر هرچه زودتر برم خونه قاضی. به من بیچاره کمک کن. بیا برادر بیا. خدا عوضت بده. خدا خیرت بده. سلام بر قاضی بزرگ امانتدار شهر. سلام. من بالاخره از سفر برگشتم. ببینم مگه شما سفرم رفته بودی؟ حتما یادش رفته. اینقدر سر شلوغه که یادش نمیاد. من پارسال خدمت شما رسیدم و یک کوزه که تمام داراییم در اون بود خدمت شما به امانت گذاشتم. به اون نشونی که گفتین داخل کوزه رو به من نشون نده و کلید اتاق مجاورم به من دادین تا کوزه رو اونجا پنهان کنم. اتاق میگم اون کوزه رو اونجا گذاشتم تو اون اتاق. من که یادم نمیاد، ولی حالا این کلیدو بگیر. اگه میگی اونجا گذاشتی برو امانتی خودتو وردار، برو تو اون اتاق. دست شما درد نکن. خدا خیرت بده انشاءالله. بفرما. دستتون درد نکن. کیه؟ آره خودشه. پس شکام کو اینجا که فقط سنگ و ریگه. قاضی من اونا رو پیش شما به امانت گذاشته بودم. قاضی کدوم امانت؟ به قاضی شهر تهمت میزنی؟ مگه من داخل کوزه تو رو دیده بودم که بدونم داخل اون سنگ یا زره؟ من که ندیده بودم. یا من اونو برات پنهان کردم، چیزی رو که نه من میدونم چیه و نه میدونم کجاست. چطور اسم امانت روش میذاری؟ میخوای منو بدنام کنی؟ عجب مردمان سیادل پیدا میشن ها. میخوای همین الان بگم به خاطر این تهمت تو رو بندازن تو سیاهچال مرد حسابی؟ نه قاضی خواهد ولی نداره. زود از اینجا برو بیرون ببینم. من برو بیرون. برو دیگه. باشدی من نگاه میکنی؟ طلبکاره. من که باورم نمیشه. بله آخرشم کارش به جایی نرسید. عجب روزگاریش. وای سلام حاجی، زیارت قبول. چرا جواب نداد؟ چی بگم والا؟ عجیبه. بله عجیبه. بیچاره شدم، بدبخت شدم، از دل ساقط شد. ای خدا چیکار کنم؟ ای خدا چیکار کنم؟ بدبخت شدم. ای وای از دست شما مردم. آدم اینجا آسایش نداره. دست رو دلم ندار که دلم خونه. بیچاره شدم، بدبخت شدم بالون. ای وای
گریه نکن، بگو ببینم چی شده. اگه هر کاری که به تو میگم انجام بدی، قول میدم قاضی خودش تمام پولاتو پس بده. مگه میشه؟ داری سر به سر من میذاری بهلول؟ تو چی کار به این کارا داری؟ فقط کاری که من میگم انجام بده و پولتو پس بگیر. فکر نمی کنم چاره دیگه ای داشته باشم جز این که به حرف تو اعتماد کنم. خوبه، فردا صبح زود به خونه قاضی میرم و تو هم بعد از من در خونه قاضی رو با شتاب بزن. وقتی پرسیدن کیه فریاد کنان بگو اومدم پی پولم. خب اگه جواب رد دادن اون وقت چی کار کنم بگو؟ ناامید نشو، چند لحظه صبر کن و دوباره در بزن. باش خیلی خوب، هرچی تو بشی. چشم. چیزی خوردی؟ ای بابا، در بساط ندارم. چی خوردم؟ بسیار خوب، بیا اینو بگیر و یه چیزی برای خوردن بخر. فردا صبح زود فراموش نکنی. صبح زود بیا جلوی خونه قاضی. باش چشم. کجا رسیدی؟ کارمون به گدایی افلاس کشید. خودت گره گشاد بشو. باز کنید جناب قاضی، باز کنید. یعنی کیه که صبح به این زودی در میزنه؟ جناب قاضی، بهلول برادر خونده خلیفتو میگه کار مهمی با شما داره. یعنی چی شده؟ نکنه از طرف خلیفه خبر مهمی داشته باشه. برو بگو بیا تو تا من حاضر بشم. برو. ای بابا، نمیذار این چرت بزنیم. ای وای، این مردک خواب نداره. سلام جناب قاضی. سلام علیکم. جناب قاضی، پیش آمد مهمی شده که صبح به این زودی خدمت شما آمدم. پیش آمد مهمی شده؟ ای بابا، به من چه؟ اشکالی نداره، بفرمایید.
دیشب تو قبرستون بودم. همینطور که میرفتم نزدیک یکی از قبرها ناگهان زیر پام خالی شد و حفره‌ای پدید اومد و به داخل اون افتادم. وقتی گرد و غبار برطرف شد ببین کیه در میزنه. خب شما بفرمایید. باش. یه نفر اومده میگه به قاضی بگو پول امانتی منو بده، من گرفتارم. ای بابا، بهش بگو آفتاب که در اومد بیاد. بله. شما بفرمایید. بله، دیشب تو قبرستون بودم. همینطور که میرفتم نزدیک یکی از قبرها ناگهان زیر پام خالی شد و حفره‌ای پدید. منم داخل اون افتادم. وقتی گرد و غبار برطرف شد چیزهایی رو اطرافم دیدم که برق میزد. به دور و برم نگاه کردم، دیدم یک کلنگ اونجا افتاده. اونو برداشتم و اطراف چیزهایی که برق میزد و کندم. دیدم خمره بزرگی از طلا و جواهر ظاهر شد. جناب قاضی چی بگم؟ جناب قاضی بله. همون مرده میگه من همونی هستم که 1000 دینار زر سرخ نزد شما به امانت سپردم و به حج رفتم. امانتی منو بدین، خیلی گرفتارم. گفتم بگو وقتی آفتاب در اومد بیاد. این مرد کیه که اینقدر اذیت میکنه؟ ای آقا، امانت داری چقدر دردسر داره. اگه قبول کنی اینه که میبینی، اگه هم قبول نکنی مال مردم تلف میشه. آخه این موقع صبحم وقت امانت خواستنه. شما بگو. ای بابا، امانتشو بدین بره گورشو گم کنه. آهای غلام، برو 1000 دینار زر سرخ از کمد اتاق زیر لباسا وردار رو به این مردک بده تا شرش کم کنه. مطمئنی؟ به تو ربطی نداره، برو. بله قربان، چشم. خب شما بفرمایید با خمره چیکار کردی؟ بله جناب قاضی، دیشب توی قبرستون بودم. همینطور که میرفتم نزدیک یکی از قبرها ناگهان زیر پام خالی شد و حفره‌ای پدید اومد. منم به داخل اون افتادم. وقتی گرد و غبار برطرف شد چیزایی رو اطرافم دیدم که برق میزدن. به دور و برم نگاه کردم، دیدم یک کلنگ اونجا افتاده. اونو برداشتم و اطراف چیزایی رو که برق میزد کندم. وقتی خمره رو از زیر خاک بیرون آوردم دیدم توش پر از جواهرات گرون قیمته. ناگهان از پشت خمره ماری بیرون اومد و فیش کرد. منم از خواب بیدار شدم. از خواب پریدم و دیگه خوابم نبرد. بلند شدم گفتم بیام خدمت شما که خوابم رو تعبیر کنین جناب قاضی. چی؟ از خواب پریدی؟ جناب عالی، این موقع روز اومدی که برات خواب تعبیر کنم؟ نمیشد کمی دیرتر بیای؟ ببخشید جناب قاضی، حق با شماست. راست میگی، من الان میرم و یه وقت دیگه میام. فعلا با اجازه. ببخشید. بفرمایید. بیا اینجا ببینم. بله. آخه کدوم احمقی به تو گفت این موقع صبح این دیوونه ها رو راه بدی؟ خودتون گفت. تو برای چی در رو باز کردی؟ مگه خودت عقل نداری؟ مگه شعور نداری؟ 1000 سکه رو چی کار کردی؟ دادم بهش قربان. ای ابله خاک تو سرت کنم. خودتون گفتی. خب من گفتم، تو چرا کردی؟